صبح خیر کدبانوانی عزیز، امروز طرز تهیه ناگتس خانگی رو پیشنهاد میکنم که خیلی خوشمزه است و خیلی آسان آماده می شود. 500 گرم گوشت سینه مرغ رو مایده ریزه میکنیم. اون رو در بلندر مخلوط میکنیم. بعداً با اون یک دانه تخم ilova میکنیم، یک قاشقچه نمک، نیم قاشقچه مرچ سیاه و نیم قاشقچه تخم گشنیج، 4 قاشق مایونز، 5 قاشق سухари. همه را خوب آمیخته کرده میگذاریم 1 ساعت دم گیرد.